صدا میاد؟ خب بچه ها، من دیروز یه ویدیو گذاشتم توی تیک تاک و ایشون آوردم و گفتم که هر کی اینو نمیشناسه خوشبخته. ماشاءالله خیلی هم خوشبخت داشتیم، چون کلی سوال پرسیدین که این چیه و برای چی استفاده میشه. بچه ها این آفتین ژله برای آفت دهان استفاده میشه و یکی از بهترین چیزاییه که برای آفت دهان استفاده کردم. واقعا توی یه روز دیگه ناپدید شد آفت دهانم. بچه ها اینو از داروخونه میتونید تهیه کنید و اینکه یه سرنگ اینجوری داره که توش یه ژله و کنارش گوش باکن داره، 4-5 تا گوش باکن داره که شما اینو روی گوش باکن میریزین و میذارید جای اینکه آفت زدید. و اینکه بچه‌ها خیلیاتون پرسیدین آفت چیه. بچه‌ها من اونجوری که سرچ کردم هنوز دلیل مشخصی نداره که آفت برای چی زده میشه. حالا خیلی‌ها میگن برای گرما یا میتونه چرا خطر برای بدنت باشه. حالا بچه شما اگه میدونید برای بچه ها خودتون توی کامنت توضیح بدین. و آره خلاصه اینی که تیک تاک رو ترکونده ایشونه.